بسم الله الرحمن الرحیم و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و ارجمند، ما در شب و روزی قرار داریم که شبهای آن بهترین شبهای سال است. شبهای ده اخیر رمضان که در طول سال هیچ شب برابر به این شبها نیست و در این شبها شب قرار دارد، وجود دارد که بهتر از 1000 ماه است. چه فضیلت بزرگی، چه شرافتی والای. این همه بزرگی و این همه فضیلت و این همه برکت را خداوند عزوجل برای این امت آخرین ارزانی داشته که در ظرفیت وقت کوتاه می توانند فضیلت و اجر و ثواب و منزله های خیلی والا، برکات خیلی فراوان به دست آورند. در شب و روزی ده اخیر رمضان قرار داریم. بنده سعادتمند همان است که چنین موسم‌های پربرکت را هوشمندانه استفاده کند، از این عطاهای الهی بهره ور گردد. دوستان عزیز، هر شخصی که در این شب و روز، در این ده اخیر از جمله شخصان زنده است، در روی زمین است، نفس می‌کشد، باید داند که خداوند برای او خیلی و خیلی انعام بزرگ کرده، خیلی برایش لطف کرده، خیلی به او به چشم عنایت نظر کرده، چون که عمرش را بقا بخشیده و به این شب و روزی با فضیلت سال رسیده. دوستان عزیز، امام مالک در موطأ خود که یکی از کتاب‌های معتبر حدیثی است، از تصنیف امام مالک ابن انس، امام دارالهجره، امام مدینه منوره، در این کتاب روایت آورده که پیامبر صلی الله علیه و سلم چون از عمر امتان قبلی آگاه شدند که عمرهای طولانی می‌دیدند، عمر امت خود را کم و کوتاه دیدند، کوتاه شمردند. یعنی گفتن این امت چگونه در فضیلت و منزله با آن امتان قبلی برابر شده تواند که آنها 500 سال و 700 سال عمر می‌دیدند و خدا را عبادت می‌کردند. بدین خاطر خداوند عزوجل از فضل و رحمتش برای این امت شب قدر عطا کرده که اگر از این شب استفاده برند، در فضیلت و در منزلت از امتان قبلی که چون این عمرهای طولانی داشتند میگذرند، برتر میشوند، منزله های بالاتری به خود میتوانند کسب کنند. این شب شب عادی نیست دوستان عزیز. این شب شبی است که قرآن نازل شده و این نعمت بزرگ الهی برای اهل زمین نصیب گشته. این کتاب سعادت، این کتاب نجات، این ریسمان استوار خداوند که هر کی به آن چنگ زد نجات می‌یابد و هر کی از آن دور شد و بیگانه شد و غافل ماند در خسارت ابدی، در زیان دنیا و آخرت قرار می‌گیرد. این کتاب ارزشمند، این معجزه جاودان پیامبر صلی الله علیه و سلم در این شب نصیب اهل زمین گشت. پس میتوان گفت این شب شبی عید نزول قرآن است. علامه مفسر امام طاهر ابن عاشور در تفسیر نفیس خود تحریر و تنویر این شب را به یک تعبیر زیبا تعبیر کرده. میگوید ینبغی ان تعد لیلة القدر عید نزول القرآن. شایسته است که این شب را شبی عید نزول قرآن نام نهیم. یعنی شب قدر شبی عید است، شب جشن است، شب فرخنده است، شبی است که در این شب برای اهل زمین پیام الهی نصیب گشته. مگر از این نعمت دیده نعمت بزرگتری هست؟ مگر از این عطای والاتری هست؟ مگر از این بخشش بزرگتری هست؟ شبی است که برای اهل زمین پیام الهی نصیب گشته، عطا گشته است. برای بزرگی این شب در قرآن سوره‌ای داریم دوستان عزیز، سوره خاصی که از فضیلت و شرافت و برکات این شب نقل میکند. سوره قدر نام دارد، سوره‌ای که به نام این شب است. خداوند عزوجل فرموده بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر. ما آن را در شب قدر نازل کردیم. آن را یعنی چی؟ این ضمیر، این جانشین به سوی چی می رود؟ ما آن را در شب قدر نازل کردیم. این آیه کریمه اولین آیه این سوره است.
و کلمه این قرآن، اسم قرآن پیش از این نگذشته که این جانشینین، این ضمیر به سوی آن برگردد. اما خداوند عزوجل چنین تعبیر کرده، نگفته ما قرآن را در این شب نازل نمودیم، میگه ما آن را در این شب نازل کردیم. یعنی قرآن چنان چیزی مشهور است، چنان چیزی معروف است، قرآن چنان چیزی شناخته است که همین جانشینش کافی است، همین ضمیر کافی است که از آن تعبیر شود. ما آن را یعنی قرآن را در شب قدر نازل کردیم. خداوند عزوجل باز هم فضیلت و بزرگی این شب را بیان نموده به اسلوب سوال فرموده و ما ادراک ما لیلة القدر، چه دانی که شب قدر چیست. این اسلوب در قرآن در جایهای استفاده می شود که آن چیز خیلی چیزی بزرگ و شریف است. یعنی آنجا که آن چیز چیزی عادی نباشد این تعبیر استفاده می شود. و ما ادراک ما یوم الدین و ما ادراک ما القارعه و ما ادراک ما لیلة القدر، چه دانی که شب قدر چه شب است. خیلی شبی با فضیلت است، خیلی شبی با شرف است. خداوند عزوجل در ادامه شرافت و منزله این شب را در میان شبها بیان نموده فرموده لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر شبی است که از 1000 ماه بهتر است. سبحان الله. خداوند عزوجل نگفته شب قدر بهتر از 1000 شب است، نه، بهتر از 1000 ماه است. ما اگر 1000 ماه را بشماریم دوستان عزیز با 83 سال و 4 ماه برابر می شود. یعنی هر آن بنده مؤمن که دل بیدار داشته باشد، توفیق خدا نصیبش گشته باشد و این شب را استفاده کند، از این شب بهره برداری نماید، با طاعت و عبادت آن را سپری سازد، بهتر از آن کسی است که 83 سال و 4 ماه خدا را عبادت کرده. یعنی این فضل و بزرگی الهی را ببینیم که در مقابل طاعت و عبادت یک شب که زحمتی خیلی اندک است، اجر و ثواب 83 سال را به بندهش عطا میکند. و تصور کنیم که یک نفر اگر 10 رمضان، 10 اخیری رمضان را هر سال زنده دارد، احیا کند، یا بیشتر از 10 سال را، شب قدر را بجوید، نه تنها در شب 27 دوستان عزیز، نه تنها در شب 27 باید شب قدر را جستجو کرد، بلکه در همه شبهای 10 اخیر می باید شب قدر را جست. با همه این 10 شب اخیر باید چنان مناسبت کرد که گویا شب قدرند، چون که شب قدر مخفی است دوستان عزیز. خداوند با حکمتش آن را مخفی کرده تا بنده در همه شبهای این 10 در طاعت بکوشد، سعی کند، تلاش کند، این شب را جستجو کند و اجر بیشتری او را نصیب گردد. بنابراین اگر آن بنده ای که هر سال که رمضان می آید 10 اخیری رمضان را احیا کند، شب قدر را در این شبها بجوید و همین گونه 10 رمضان یا 20 رمضان با رمضان چنین معامله کند، با 10 اخیر رمضان چنین مناسبت داشته باشد، تصور کنیم هر آن سالی که شب قدر را در میابد برایش عبادت 83 سال نوشته می شود. این محض فضل و رحمت الهی است که خداوند به این امتی اخیر ارزانی داشته. او تعالی از میان شهرها مکه مکرمه را بزرگترین شهر قرار داده، از میان آبها زمزم را، از میان کتابها قرآن را، از میان مردم پیامبران را، از میان پیامبران محمد صلی الله علیه و سلم را، از میان روزها روز جمعه را، از میان شبها شب قدر را شرافت بخشیده، منزلت عطا کرده. لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از 1000 ماه است. پس چه بسا بنده سعادتمند است آن بنده ای که این 10 روز را احیا کند، شب زنده داری کند و شب قدر را بجوید. و چقدر بنده محروم و بی‌نصیب است که اگر این شبها را همچون شبهای عادی سال شمارد یا با این شبها مناسبت عادی داشته باشد و از این همه خیر و برکت خود را محروم سازد. خدا را پناه. لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از 1000 ماه است. خداوند عزوجل در ادامه فرموده تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر
سلام هی حتی مطلع الفجر. از اینکه این شب شب عید است، شب فرخنده است، شب جشن است، ملائک آسمان مخصوص نازل می شوند. اینچنین جبرائیل امین نیز با آنها نازل می شود. اسم جبرائیل مخصوص ذکر شده. تنزل الملائکة و الروح. این ملائکه ها البته به هر وظیفه، در هر وقت، در هر شب، در هر روز دیگر نازل می شوند. وظیفه های مشخصی دارند که امور عالم را تدبیر می کنند. به امر الهی وظیفه های به آنها واگذار شده که اجرا می کنند. اما در این شب نزول آنها از دیگر نزول هایشان فرق دارد. فرآمدن آنها در این شب برای تحیه اهل ایمان، برای تهنیت مؤمنان، برای اشتراک کردن در این جشنواره بزرگ ایمانی و در این عید قرآنی است. تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. این شب سلامتی است، امن است، آسودگی است، رحمت است. این شب شب بشارت است، این شب شب مغفرت است، این شب شب همه نوع عطاهای بزرگ الهی است تا دمیدن صبح. یعنی آغاز این شب از غروب آفتاب است، از درآمدن وقت شام است و انتهای آن تا دمیدن صبح است. خوشا به حال آن بنده که دهی اخیری رمضان را احیا کند، شب قدر را در این شبها بجوید. دهی اخیر که قسمتی از آن سپری شد و رفت و قسمتی بیشترش باقی مانده. فرصتی بیشتر در پیش است، در اختیار ماست دوستان عزیز. و این شبی که حالا به آن وارد می شویم یکی از شبهای طاق است و در شبهای طاق جستن شب قدر باز مطلوب تر است، بیشتر تأکید می شود. دوستان عزیز، سخن را طولانی نمی کنیم چون که این شب و روزی کمتر حرف زدن و بیشتر عمل کردن است. شب و روزی است که می باید بیشتر به طاعت و عبادت و تلاوت و ذکر و دعا و استغفار مشغول شویم. بنابراین شما را در حفظ و پناه الهی می سپاریم و از خداوند عاجزانه و با کمال امید مسئلت می نمویم که ما را از بندگان قرار دهد که شب قدر را در می یابند و در آن شب با اخلاص خداوند را عبادت می کنند و از جمله بندگان مقبول می گردند. در حفظ و امان خداوند باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.